فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اولین بیننده سوالشون این است که پرسیدن یه نفر اگر بخواد یکی از اعضای بدنش را برای رفع مشکلات مالیش بفروشه کارش چه حکمی داره؟ بفرمایید. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على صفوة خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. در مورد سوال این بیننده عزیز و ارجمندمون که درباره فروختن اعضای بشری و عضو انسانی هست، عرض میکنم خدمت این برادر یا خواهر عزیز و ارجمند که از نظر اصلی و اساسی در شریعت اسلام خرید و فروش اعضای انسان جایز نیست. تحت هیچ شرایطی خرید و فروش اعضای بشر و انسان جایز نیست، به دلیل این که در مرحله اول این اعضا و جوارحی رو که الله متعال به من و شما عنایت کرده اینها ملک من و شما نیست. از نظر شرعی هیچ انسانی اختیاردار خودش نیست، یعنی اختیار این که عضو خودش را داشته باشد، اعضای بدنش را یا روحش را داشته باشد، بخواهد هر وقتی که دلش بخواهد دست و پای خود را قطع بکند یا این که خود را از بین ببرد و بکشد. به اتفاق تمام علما و تمام مذاهب اسلامی هیچ فردی چنین اجازه ای را ندارد. پس بنابراین وقتی که این اجازه را ندارد اجازه فروختن اعضای خودش را هم ندارد، زیرا که بر اعضا و بر بدن خود و بر روح و جان خود هیچ گونه ملکیتی را ندارد و این در قواعد فقهی مانند این است که یک انسانی یک مالی را و چیزی را که مال کسی دیگر هست اونو در واقع بفروشد که چین معامله اساساً معامله باطل و ناجایزی هست. و نقطه دوم در این زمینه این هست که اعضای بشر و اعضای انسانی اهم از این که انسان کافر باشد یا مسلمان باشد یک نوع حرمتی رو داره، احترام و کرامتی رو دارد و این که انسان اعضایش رو در معرض فروش بگذارد اونم به خاطر در واقع این که چند ریالی رو به دست بیاورد این یک نوع بی‌حرمتی شمرده می شود. الله متعال در این زمینه می فرماد ولقد کرمنا بنی آدم در سوره اسراء که ما بنی آدم را تکریم کردیم، احترام دادیم، حرمت دادیم و در معرض فروش گذاشتن اعضای انسانی این در واقع یک نوع بی‌حرمتی شمرده می شود برای انسان. و همچنین از جنبه دیگر وقتی که ما به این قضیه نگاه بکنیم اگر واقعا چنین فتوای بالفرض که صادر بشود که انسان‌ها می‌توانند اعضای بدن خودشان را بفروشند این در واقع منجر به یک معضل بزرگ اجتماعی شد. افرادی که به هر بهانه یا به هر عذری در واقع اعضای بدن خودشان را فروختن، دستشون را، پایشون را یا اعضای دیگری را که احیانا یا کلیه رو هر چیزی را اعضای درونی باشه یا حتی اعضای ظاهری رو وقتی که فتوا داده بشه که یعنی جایز هست یعنی این که تمام اعضا رو فروختنشون جایز هست و این جامعه مسلمانان را دچار یک معضل جدی و مهم خواهد کرد. و همچنین اصل در اعضا و اصل در جان و در اعضای انسانی همون حرمت هست، یعنی تمام این قواعد را وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم و به این نتیجه میرسیم که خرید و فروش کردن اعضای انسان ولو این که به خاطر نیاز مالی باشد به هیچ عنوان جایز نیست. اما در این زمینه یک مطلب دیگری هم مطرح هست که اهدای عضو چه حکمی را دارد. یکی هست بیع عضو، خرید و فروش کردن اعضای انسانی و مسئله دیگر هست اهدای عضو که یک انسانی در واقع سلامتی کسی دیگر رو بر خودش ترجیح میدهد و میخواد تبرع بکند، هدیه بکند یک از اعضای خودش را به یک فرد دیگری که صرفاً اهدا هست، خرید و فروش و معامله در واقع در کار نیست. از نظر فقهی تمام این صورت‌ها را وقتی که ما بررسی بکنیم چندین حالت متصور هست. اولا این که از نظر فقهی برداشتن یک عضو از یک جای بدن و ترمیم کردن جای دیگر از بدن هیچ گونه اشکالی ندارد در این زمینه. یعنی این که خود بیمار هست و یک عضوی را از جای دیگر میگیرند، یک تکه گوشتی را، پوستی را یا عضوی را از یک جای میگیرند به جای دیگر خود بدن خود این بیمار در واقع وصل میکنند و پیوند میکنند، این به اتفاق جایز هست و هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود نداره.
و صورت دوم مسئله این است که یک عضوی را که متجدد هست و رشد می کند و جایگزینش دوباره در بدن انسان به وجود میاد، باز هم استفاده این عضو در خود بدن این بیمار یا در افراد دیگر هیچ گونه اشکالی رو نداره. مانند پوست، مثلا پوستی رو از یک انسانی بگیرند به یک انسان دیگری پیوند بکنند، خب قطعا این پوست خود به خود ترمیم می شود و جایگزینی دارد. این هم جایز هست، منتها به شرط این که اون کسی که اهدا می کند این عضو از اون گرفته می شود، پوست بدنش به طور مثال، این در واقع اون اهلیت قانونی و شرعی رو باید داشته باشد. و همچنین بالفرض اگر تصور بکنیم که یک عضوی بنابر یک بیماری از یک فردی قطع شده، دستی پایی از یک فردی اینو قطع کردن به خاطر بیماری که داشته، الان این عضو مونده در بیمارستان، آیا می شود اینو به کسی دیگر هدیه داد یا پیوندش داد؟ در این زمینه هم هیچ گونه اشکالی وجود ندارد و کاملا جایز هست.